برادرو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوز هستی تنج هستی پروردگار 18,000 عالم همه ما را در حفظ پناه خودش نگهبان باشه و خداوند مهربان ما را از این بلا، از این وبا، از این کسل در حفظ پناه خودش نگهبان باشه. خداوند جمله خلق مسلمانی که در همه شهرهای غربی روز به سر میبرند در حفظ پناه خودش نگهبان باشه. برادرها، هر برادرایی که تاکسی کار میکنند که اکثریت ما در همینجا تاکسیستیم، در همین گروه بودگی ها، شاید بعضی برادرای باشند در بازارها هستند، در دیگر کارها در استروک هستند. برادرها حاضر ای مسکو ضبط اسرائیل کردگیان در همینجا. الله همه ما را نگهبان باشه. برادرها، این کسل شوخی نبوده است. یک دو تا برادرای تاکسیست خدا رحمت شکنه وفات کردند و صورتها شده همینجا هستند، روی کردن به امنه مسکو، ویدیوهاشو هم هستند. مقصد از این گپ ها، از این سخنات چیه که برادرها الله تعالی دعای مهاجر انشاءالله به درگاهش قبول میکنه. الله تعالی همه دعا را قبول میکنه انشاءالله. خداوند میگه که هر بنده که به سوی من دست برداره انشاءالله که دستش خالی نمیگرده. لیکن برادرای جون باور کنی حاج همین بچه‌های مسکو را روی کردن. خدا شاهده، من تلفن کردم خطیشو مسکو گپ زدم، وضعیتشو بهد بزیبای. دو تا تاکسیستش خدا رحمت شو کنه گذشته است. احتیاط بکنه برادرو، احتیاط. همین اندک مدت است یک بلا کنه به یگان حالت، به یگان کار دیگه همین وقت بگذرونیم. لیکن برادرها همون مردم مسکو التماس کردن همین گپا رو در هر جای است برسونه. در حق جمله خلق مهاجر دعا کنه برادرها و در حق او دو تا خدا رحمتی که گذشتگیان در حق اونها هم دعای نیک بکنه که خداوند رحمت کنه و شایسته جنت کنه. تمام ما از عیب نقصان کمی نداریم اکو و با همین عیب نقصان ما را الله مهربان انشاءالله میبخشه اگر که ما دست برداریم در حق یکدیگر دعا بکنیم. برادرها همین خواهش همون برادرای مسکو و الحمدلله همه ما مسلمان هستیم، همه ما ایمان به خدا داریم الحمدلله. دعا کنیم در حق یکدیگر. ما التماس برادرها احتیاط بکنه که همونجا زپیس ها هستند. از با من مثال اگه در این برای او برادرها مصیبت های پهن کردنش خیال میکنیم که خوب نیست. فقط خواهش طلب همیه که در حق همین برادرهایی که بیماری همین کسلنده هستند دعا بکنی. خلق تاجیک خدمت برادرها، مردم تاجیکان در مسکو یک تاش 3 تا مگزین داره. بردن شو در بالیسا هیچ کسن شونه میاد، هیچ کنیگه بین شونه میکنه. یک تا دیگرش مزهش گریخت است. خدا رحمتش کنه، جاش جنت کنه. سکار فیراد کردن و من دیدنش گفتن ایتا نیچوا ابیچنی اویروی گریپ میگذره. بای پگاش وضعیتش بزیب شده است. گرفتن برنساش بردن، اونش هم گذشت از در درون برنسا در مسکو. حال مردم همونجا دو کیسن که مرده هاشون میتن نمیتن اکیش الله خودش میدونه. التماس برادرها در حق یکدیگر دعا بکنید. ما انشاءالله در شهر مسافرتیم، در مهاجرتیم. انشاءالله که الله تعالی دعای ما را قبول میکنه برادرها. نیکم چند خیلی که بتونه احتیاط کنه برادرها، احتیاط بکنه که کار بیزه بای، وضعیت بیزه بای. خداوند همه ما را بازم در حفظ پناه خودش نگهبان باشه و پروردگار 18,000 عالم
ما را از این کسل وبا در حفظ پناه خودش امین نگه بداره. هر یک آدمی ما زن و فرزند پدر مادر اهل بیت داریم، چی در وطن انتظاری ما هستند، چی در امی روسیه برادرایی که با زن و فرزند هستند. خلاصه که دعای نیک بکنیم در حق یکدیگر مو که الله تعالی همی کسل دور بر بکنه. خداوند همه ما را در حفظ پناه خودش نگهبان باشه و پروردگار برای رواج کار مونده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.